ایمپریای روس، ملت‌سازی های صنعی، تقسیم و اداره. برای چی نسبت به تاریخ آسیای مرکزی چنین ترتیبات قبول شده است که اگر عاید به دولت سخن رود آن را به نماینده سلاله حکمران نامگذاری می نمایند؟ آیا دولت از یک سلاله شده می تواند؟ بنابر همین برای آنکه علم تاریخ آسیای میانه تواند شکل علمی را به خود قبول نماید باید اول دولت داری را از دولت فرق کرد و این خیلی ضرور است. دوم، علم تاریخ باید چنین باشد که از دانش روزگار و عادی فرق نماید و نظریه و اسلوبهای خود را داشته باشد. سخن دایر به مناسبت علم و دانش روزگاری می رود. تاریخ شناسانی پیشتره اگر مفهوم دولت منقیتی را استفاده برده باشند، علم تاریخ باید به این طرز تاریخ نویسی تقلید نکند. باید همه فکت های پیشتره تاریخی از موقع نظر تئوریتیکی دیده برآمده شود. یعنی در دولت طبقوی مفهوم دولتدار و دولت را از یکدیگر فرق باید کرد. از عوض شدن دولتدار دولت تغییر نمی‌یابد. اگر دولت از آن تاجیکان باشد، دولتداری به سر قدرت آمده باید به زبان محلی آزادانه معامله نماید و از تمام همقومانش طلب نماید که زبان دولتی را پره و کاملا دانند. مسئله پیدا شده نسبت به زبان تاجیکی که نگهداری آن در دولتداری منقیط‌ها به سبب نبود عین مدعاست. به یکی از تاریخ شناسان ازبکستان این سوال گذاشته شده بود و جواب آن سوال این بود که زبان تاجیکی در دولتداری منقیط تنها واسطه و آلات معامله بود و با مقصد قلع بودنش آن را استفاده می بردند. البته زبان باید چون آلات معامله استفاده برده شود، اما سوال دیگر برمی‌آید که برای چی منقیط‌ها زبان ازبکی را استفاده نبردند و کی برای آنها مانع و یا اینکه فرمان داد که زبان ترکی را استفاده نبرند؟ این سوال خیلی مشکل است و اگر به این سوال جواب داده شود پیش راه تمام پنترکیستان را میگیرد. برای به این سوال جواب قناعتمند پیدا کردن باید آن را به اینابت گیریم که تمام قبیله های کوچمنچی حالا به حیات مقیمی نگذشته بودند و از حیات بادیه‌نشینی دور نبودند. طرز زیست کشاورزی تماما برای ترک ها بیگانه بود و حتی آنها برای خود کشاورزی را لایق نمی. برای همین هم ترکان کوچمنچی که امروز تنها 4 خلقیت آن دارای دولت شده است تا سالهای 20 عصر 20 تماما دولت نداشتند. سبب اول آن پیش از همه ساخت زندگی کوچمنچگی بود. دوم آن بود که کوچمنچی ها به اولاد و قبیله ها تقسیم شده بودند و بنابر همین آنها حالا ضد یکدیگر مبارزه می بردند و برای تشکیل یک مردم تام اساس اجتماعی اقتصادی نداشتند. بنابر همین در دولتداری زبان ترکی جاری کردن نتوانستند. یک نکته را قید کردن ضرور است که برای تشکیل شکل نوی اجتماعی باید شرایط‌های ابجکتیوی وجود داشته باشد که بعد یگان حادثه به عمل می آید. مردم کوچمنچی نه به طور فرمان از بالا بلکه به طریق ابجکتیوی باید به شکل نوی اجتماعی می گذشتند که اثرهای دراز را طلب می نمود. از بس که چنین فرمان نبود و تا سالهای 20 عصر 20 کوچمنچی ها در شکل قبیلوی میزیستند و زبان دولتی زبان مردمی تاجیک بود و تا اولهای عصر 20 کوچمنچی ها با تاجیکان زیسته تمام فرهنگ آنها را به خود قبول نمودند و حتی ساخت اقتصادیات کشاورزی را نیز از خود نمودند. چون این کوچمنچی های مقیمی شده خود را از کوچمنچی های باقی مانده جدا می نمودند. در این مورد گفتن ممکن است که کوچمنچی های مقیمی شده قسماً یا پره از زبان ترکی محروم می شدند و با تاجیکان آمیخته می شدند. دولت و دولتداری در شرق. مسئله دیگر بعد چنین فهمش تاریخی سیاسی خلق تاجیک به میان می آید و ما را وادار می نماید که آن را برای محاکمه گذاریم.
قبلا ذکر کردن ضرور است که برای حل این مسئله باید منطق و ماهیت انکشاف دولت و دولتداری طبقوی را برای خود درست‌تر تصور کنیم و در حال برعکس مسئله را تماما به اساس می نماید. در تاریخ سیاسی تاجیک چنین عنعنه پیدای و دوام دارد که سیاستشناسان هم به چنین خطا غلطیدند. غلطی منطقی جامعه شناسان چنین است که مفهوم دولت را از مفهوم دولتدار فرق کردن نمی توانند. مفهوم دولت و دولتداری از یکدیگر فرق دارند. دولتداری چنین خصوصیت دارد که در دولت طبقوی فقط نماینده یک اولاد در سر حاکمیت می ایستد. اگر اولاد یا قومی به سر قدرت آمده با اکثریت مردم از نقطه نظر فرهنگ شکل اجتماعی در یک زینه برابر ایستاده باشد، پس این دولت از آن خود مردم تهجویی حسابیده می شود. اگر اولاد و قومی به سر دولت آمده نسبت به مردم مقیمی از نقطه نظر فرهنگ شکل اجتماعی و اقتصادی در زینه پست قرار داشته باشد، پس قانون دولتداری مجبور می نماید که قومی بیگانه به سر حاکمیت دولتی آمده باید زبان، زیست و خواجگیداری مردم محلی را قبول کند. مردم تهجویی چنین قومها و اولادها را به خود آمیخته می کنند و دولت باشد از آن خود مردم تهجویی حسابیده می شود. در مثال دولتداری منقید چنین فکر را افاده نمودن لازم است که برابر به سر قدرت آمدن قبیله منقید از تاریخ معلوم است که منقیدها سخت در زیر تاثیر شاهی ایران بودند و بنابر همین زبان تاجیکی برای منقیدها ضرور بود. از طرف دیگر بر ضد منقیدها دایم قبیله های دیگری کوچمنچی مبارزه می بردند و برای پایه دولتداری خود را مستحکم نمودن منقیدها به مردم بخارا مراجعت می نمودند که برای مدافع دولت برخیزند. چنین مراجعت در سال 758 وقتی که تمامی کوچمنچی ها بر ضد دولتداری منقید مبارزه برداشتند، از طرف دانیالبی به مردم بخارا کرده می شود و مردم عادی به مدافعه برخاسته اکثریت سرداران قبیله های ترکان کوچمنچی را دستگیر کرده به قتل می رسانیدند. بنابر همین برای دولتداری منقید نه تنها زبان تاجیکی باز خود مردم تاجیک پشت و پناه بودند. خلاصه چنین است که دولتداری را اگر منقیدها کرده باشند هم خود دولت از آن تاجیکان است و منقیدها ترکان تاجیک شده می باشند. عجیبش آن است که حتی برتالد نیز در اثرش بخشیده به ترکان آسیای مرکزی به چنین خلاصه می آید که اهالی شهرهای اساسی سمرقند و بخارا تاجیک می باشند و خود امیران بیشتر تاجیک بودند و نه ترک. از بس که تاریخچیان و سیاستشناسان تاجیک مفهوم دولتدار و مفهوم دولت را به هم متحد نمودند و دو مفهوم را با یکدیگر آمیخته کردند، اکثریت آنها به خرافات به حد سخت می افتند. این خرافات ها چنان در سر آنها سخت نشسته است که گویا تاجیکان 1000 سال دولت نداشتند و تنها بعد انقلاب اکتبر برای تاجیکان امکانیت پیدا می شود که دولت خود را به شرافت روس ها از نو برقرار نمایند. عجایبات کار در آن است که چنین عقیده ها را تمام تاریخچیان و سیاستشناسان ازبک نیز دستگیری می کنند. مثال یکی از تاریخچیان ازبک گاگا هدایتوف در اثرش فروپاشی سامانی ها می نویسد که دولت تاجیکان را روس ها مخصوصا ساختند که بر ضد ازبک ها یک قوه مخالف داشته باشند.